به نام خداوند بخشنده و مهربان. همداران عزیز، امروز لازم دانستم که با یک صحبت اضطراری باز هم در موضوع کرونا ویروس و وضعیت تاجیکستان با شما صحبت کنم. هموطنان گرامی، خبرهایی که از داخل کشور درباره زندانی‌ها و وضع زندان‌ها میرسد خیلی نگران کننده است. الکی ما خبر داریم که شماره کسانی که در داخل زندان‌ها مبتلا شدند از 10 نفر شاید 100 نفر بیشتر باشد. بعضی اون قسم طبی زندان‌ها دیگر قدرتی در خود نگه داشتن زندانی‌های مریض را ندارند و اکثرشان را به زندان مخصوص گردانیده شده شهر وحدت میبرند که در اونجا بیمارستان هست و اون هم میگن که الکی مال از مریضی‌ها شده است. الکی چندین از زندانی‌های سیاسی ما خبر داریم که تبشان بلند شده است و در یک حالت ناگوار قرار دارند. پیمان ملی تاجیکستان در روزهای اول از حکومت تاجیکستان طلب کرده بود که تمام زندانی‌های بالای سن 60 را رها کند و بعضی از زندانی‌هایی که گناهشان چندان سنگین نیست اونها را هم رها کند، چون تمام کشورهای دنیا این کار را کردند برای آنکه وضعیت زندان‌ها سبکتر شود و اگر خدای نکرده در زندان بیماری پیدا شود شماره مبتلا شدگان کمتر شود. اما حکومت تاجیکستان نه به توصیه سازمان‌های جهانی رفتار میکند، نه پیشنهاد اپوزیسیون را میگیرد، نه پیشنهاد جامعه شهروندی و مردم خودش را میگیرد. تنها راه میماند فشار آوردن، چه از طریق سازمان‌های بین‌المللی و چه از طریق مردم، چون متاسفانه این حکومت جز از فشار صحبت دیگر، حرف دیگر را اعتراف نمیکند. و ما حالا هم تکرار میکنم این پیشنهاد خود را، این طلب خود را که هر چه زودتر زندانی‌های بالای سن 50 را از زندان رها کنید، نابسته از آن که زندانی سیاسی است، زندانی عادی هست، چند سال محکوم شده است، برای آنکه این بیماری اولین کسانی را که مبتلا میکند و ضربه هلاکتوار میرساند این کسانی که ایمونیته ضعیف دارند و سن سالشان بالا است. یک زندانی تاجیک اگر سنش به 40 هم باشد ایمونیتش برابر یک شهروند عادی بالا از 60 یا 70 است. یک شهروند اروپایی 70 ساله ایمونیتش شاید قوی‌تر از یک شهروند 40 ساله تاجیکستان باشد، بخصوص اگر او زندانی باشد. شما وقتی که خوراک خوب از زندانیا نمیدید، شما وقتی که این شب و روزها مانع شدید، منع کردید که خیش و تبار ملاقات‌های خیش و تبار با زندانیا شود، اونها خوراک میفرستادن، اون را منع کردید. در این صورت وقتی که اونها درمان خوب ندارند، خوراک خوب ندارند، نور آفتاب را نمیگیرند، اینها ایمونیتشون ضعیف است و همه اونها را نابود میکنند. اگر خدای نکرده این بیماری اگر وارد زندان ها شده باشد، بنابراین همین ما طلب میکنیم که هر چه زودتر زندانی های بالای از سن 50 رها کرده شوند. همه زندانی ها، چه مرد چه زن، چه سیاسی است چه غیر سیاسی، و کسانی که جنایتاشون سبک است اونها هم رها کرده شوند. و من دعوت میکنم از همه نزدیکان زندانی ها، از پدر و مادران، از زن و فرزندها که در این شب و روز یک کمی فعالتر باشد. این فقط مسئولیت پیمان ملی تاجیکستان یا جامعه شهروندی نیست که درباره زندانی ها گپ زند. همونطوری که پدر و مادران فرزندان خود را از مکتب ها بیرون کشیدند، مجبور کردند، شما هم بیاید فعال باشید، با رسانه ها صحبت کنید، فشار بیارید، در شبکه ها بنویسید، با سازمان های بین المللی همکاری کنید، جان فرزندان و شوهران و خویش و تبار خود را از این بلاها در زندان برهانید. ما در خدمت شما هستیم، مردم، جامعه شهروندی، پیمان ملی تاجیکستان در خدمت شما هست، اما شما هم خواهش میکنم که یک کمی فعالتر باشید. ما امروز دستور دادیم به مسئولین در پیمان که هر چه زودتر به سازمان‌های بین المللی و بخصوص به سازمان جهانی بهداشت نامه مخصوص درباره زندانی‌ها بنویسند تا اینکه سازمان‌ها از حکومت تاجیکستان طلب کنند که این زندانی‌ها رها کرده شوند. همونطوری که ما پیشتر هم به دیگر سازمان‌ها نامه نوشتیم، امروز ان شاء الله که درباره زندانی‌های تاجیکستان هم یک نامه دیگر خواهد رفت.